مفتونه برهان‌الدین در مدرسه امام اعظم ولایت جلال آباد قرقیزستان تحصیل می‌کند. مفتونه پیشتر نیز می‌توانست لغمان اویغوری آماده کند، ولی در این مدرسه به او تهیه غذاهای قرقیزی و اروپایی را نیز یاد دادند. مفتونه امیدوار است که با گرفتن دیپلم جای کار پیدا می‌کند، البته اگر والدانش رازیگی دهند. ما تهیه غذاهای قرقیزی، اروپایی، چینی و بعضی خوراک‌های قزاقی را یاد گرفتیم. از این خیلی خرسندیم. همراه مفتونه 40 دختر دیگر در این مدرسه آشپزی را می‌آموزند. این دوری آموزشی تجربوی است. تا این دم در مؤسسه‌های دینی تنها از اساسهای اسلام درس می‌گفتند. قبلا خوانندگان مدرسه‌ها تنها معلومات دینی می‌گرفتند، ولی با آن نمی‌توانستند جای کار پیدا کنند. حالا آنها امکانیت خوبی از خود نمودن کسب را دارند. هدف ما این است که چنین کورس‌ها را دائمی نماییم تا مدرسه‌ها در آینده توانند که مستقلانه این لایحه را ادامه بدهند. برای آنکه دختران صاحب دیپلم آشپزی شوند، باید از تهیه خوراک یکم و دوم و خورش و شیرینی امتحان سپارند. به هنر پزندگی آنها کمیسیون مخصوص بها می‌دهد. ما با تعلیم دختران از 1 اوگوست شروع کردیم. این برنامه 138 ساعت درسی را در بر میگیرد. در مجموع آنها تهیه 100 نمود غذا را از خود میکنند. مدرسه دخترانه در قرقیزستان شهرت زیاد دارد. بسیاری از والدان میخواهند که دخترانشان در چنین مؤسسه ها تعلیم بگیرند، زیرا در اینجا تنها زنان کار میکنند. ختم کننده های این مؤسسه ها در حال طلبگار می‌یابند. از سرتاسر کشور به اینجا برای انتخاب کلین می‌آیند. در این اواخر در قرقیزستان به کسب آموزی در مدرسه های دینی بچگانه نیز توجه بیشتر شده است. مقامات از این تشبث پشتیبانی می‌کنند. اگر محصلان تنها معلومات دینی بگیرند پیامدش خوب نیست. آنها می‌توانند که به حرکت‌های گوناگون همراه شده به خارج کشور برای اشتراک در جنگ‌ها روند. برای همین ما می‌خواهیم که آنها کسب آموزند. توجه بیشتر را ما به دختران روانه می‌کنیم، چون که بعد از تحصیل آنها در خانه می‌نشینند. حالا آنها امکان دارند که در قهوه‌خانه و یا که آشخانه ها کار کنند. از سوی دیگر کمیسیون مخصوص پیوسته با مؤسسه‌های غیرقانونی دینی مبارزه می‌برد. شرایط بد بهداشتی و نبود امنیت و برنامه تعلیمی تصدیق نشده تنها یک بخش کمبودی چنین مؤسسه هاست. در برخی از آنها راحت می‌توانند عقیده‌های افراطی را تبلیغ نمایند. منصبداران گاه در چنین مؤسسه ها عملیات می‌گذرانند، ولی مقامات تا هنوز به بستن مدرسه های غیرقانونی موفق نشدند.